فروخی نعمت. الو خولا یا بیا این دخترت رو تعلیم ده یا اومده گرفته برای این خونه. من دلگیر شدم از همین زندگی خولا. همین قدر میفهمونم تماما توجیکی رو نمیفهمد. صبر کن از من میگم با خونت خولا. با این گونگی به زبان برآورده است. با بین در تلفن با من چه سیاست میکند. اومده دخترت بر تو حالی همینجا بیا من نشان میدم و تو دختر بریه. فهمیدی؟ صدقه همه دختری گلی من شوی. واه ای بی خودم شده، ای بی خودم شد. باید حد هم نمیشدم. نه انسانی خوب، انسانی بهترین، انسانی خواندگی، انسانی صاحب معلومات. انا صاحب معلومات در تلفن گپ زنی شبین از قبر چی خودم تلفنم مایده کرده پرتوی. حالی بیا من با تو گپ دارم. حاضی بیا خی با در تلفن سیاست بین. واه عصبام خسته شده. سیاست بین دخترت تعلیم ته. ای تو اول خودت تعلیم گیر. تو خودت اول تعلیم گیر. بیا درک شده. بیا کسی هستی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. چخیر خولا جان؟ چخیر میبینی؟ تو اندازه اهمیت میدیم از دخترتون دیده شما عصبی تر. میدونید برای چی اومدم؟ برای چی؟ باور کنید تو اندازه تاکیدش میسازم که هم اولادی من هم اولادی خودت را حرمت و احترام کن. لیکن میبینم همش یک طرفه است. بالای همه این با تعلیم و تربیه فرزندانم اهمیت نمیدید. خوبتر میشه خولا جان رویم یک بار نصیحتش کنید. اولاد گوش کن داماد. همین کدام اولادی من خانه تو رفتن 24 ساعت که من زنگ نزنم بیچاره دختری من در خدمت اهل اولادی تو. خالت میبید، تقاد میبید، بیبی میبید، بابات میبید، بچه عمک تو عمک دیگرت میبید. چی خانه تو گس نیستمی؟ هر روان یک جای دیگه تو در شهر خانه نگیفته بلا گرفتی برای اهل اولادت. دختری من خدمتگاری اهل اولادی تو نه. هوای با تو معقول نمی؟ نه با تو معقول نباشم خودی بازی رفته گرفته میبرم دخترم. فهمیدی؟ من خیلی متهم نکن. بگذار خولا جان. چی فکری که دارید؟ من گپی میگفتگیم رو گفتم. یا دخترتون رو نصیحت کنید یا اومده برید. رفته میبیارم. شد می؟ اختیار شما است. با من که تعلیم و تربیه را یاد میدهد. تعلیم. تا حالا خودت تعلیم یاد گیر. عصبان ما بازی کردنه. عصبان ما بازی کرده. این تعلیم داره از کجا یافتند من نمیدونم. الو دختری گلم چه خیل هستی؟ گوش کن منه. تیز لباسات جمع کن. این پوچه کندن نرسیده زود به خانه بیا. فهمیدی؟ گپا کم کن لباسات جمع کن تیز خانه بیا. این پوچه کنده ای تو بابا من گبزن شده است. بابا من تعلیم و تربیه یاد میده. تیز خانه بیا. تاکسی 11 8 بیا من پلاش خودم میدیم. فهمیدی؟ زودتر کن فقط. صدقه تو باری زنی گل شود. این تعلیم و تربیه دارد. من تو با این درجه اش رو نمیخواستم. با بعض مادرها حیران میشوی. به خاطری که فرزند خود رو نصیحت سازم تا زندگی خوب رو صاحب شود، برعکس شرایط فراهم میسازم تا ویله فرزند خود رو ویران سازم. مادران عزیز، خواهش میسازم برای رشد یافتن عائله فرزند خودتان دستگیری را فراموش نسازید.